اسم عبدالخالق، فامیل ابراهیمی. به 17/11/2011 بوده که من به اتریش داخل شدم و حدود 10 ماه به پانسیون ردیشلاک بودم. باز حدودا 9 برجم میشه که تا 10 برجم به این پانسیون آزنیش دادم. یک سلسله مشکلات های قومی بود و منطقه‌ای بود و درگیر شدیم اینجا. بچه‌م کشته شد و فامیلام کشته شد و خونه خراب شد. داد میزنه که کل ماجرا همه که به جریانم برخوردی با همه که میتونه با کسی که اگه حرفی به او مثلا یا یک مشکلی مثلا گفت که این پانسیون این مشکل داره، با او بیشتر لج میکنه، بیشتر با او خشن رفتار میکنه، هی مزاحمت میکنه. مثلا وقتی من مریضم، مثلا تفلکم، مثلا از غذای پانسیون نمیخورم، غذای می بخورم می نخور، اختیار خود داری. بازم 40 یورویی هم که ما میریم از سوپرمارکت میریم مثلا از میریم میخریم مثلا یا برنج یا کدام شی میستنه میاریم که اینجا پخته کنیم. ساعتی که مثلا از لازم از دم آشپزخانه میای قلف میزنه اون میره، یا برق از پایین استویج داره قطع میکنه. من تو پانسیونم مریض بودم، مریض تکلیف میدیدم از قبلا، اینجا هم که هستم مریضم. آخر دیگه به عمل کشید دیگه، کمر بردم به بیان عمل کردم. من به وین رفتم، بسیار به مشکلات زبان بلد نبودم، هیچ بلد نبودم تا بیمارستان پیدا کردم، عمل شدم. از اینجا مرا برداشت، بعد از مرخص کردم اینجا آمدم. دکتر نوشته کرد مثلا اینجا گفت تو بعد غذای پخته کرده بخوری، غذا خوب باشه. ما گفتم پانسیون اما غذای هر رقم که پخته شده میتونه. اینقدر مشکل بزرگه که بخولی ناامید شدیم ما که هیچ امید فعلا نداره. کسی باشه مثلا از ما کمک کنه، هیچ امیدی فعلا نداره. زبونم بلد نیم، نبوده دوش کورس جایی نبوده که مثلا از که ما بخونیم زبان بلد بشیم. جایی هم نمیتونیم بریم مثلا از بریم مشکلات خود بریم برسونیم، بگیم مقامای بلندتر بینها. اینجا هم کسی گوش نمیکنه.